امروز قراره با کسی صحبت کنیم که چند سالی جزو موتورسوارای برتر اسنپ باکس بوده، کسی که کلی سفارش انجام داده، درآمدهای عجیب دیده و حتی رازهایی از اسنپ باکس میدونه که کمتر کسی دربارش حرف میزنه. آخر این ویدیو ازش میپرسم آیا اگه امروز برگرده به عقب باز هم اسنپ باکس کار میکنه یا نه. عجیب ترین اتفاقی که برات افتاده چی بوده؟ یه پیرزنی گفت بیا داخل خونه. واقعا از اسنپ باکس چقدر میشه در ماه درآورد؟ به نظر من اسنپ یکه. چه اشتباهی باعث میشه که درآمد کم بشه؟ 5,480,000 تیر بوده 80 تومن. گلدن تایم خاصی هم داره این منطقه. آقا سفارش مشکوکی هم داشتی؟ الان میگی فود خیلی بهتر از اسنپ باکسه؟ از 22 مرداد تا 11 شهریورم 900 تا بری 15 میلیون جایزشه. آقا یاسین قبل اینکه مصاحبه رو شروع بکنی خب بذار من یه چیزی بگم. این مصاحبه‌ای که داری میگیری نه شما از طرف جایی اومدی نه این تبلیغاتیه، درسته؟ آره ما میخوام حقیقت رو بگی. شما از دست من نگاه کن میفهمی من دارم حقیقت رو میگم یا نه. خب آقا خودتو معرفی کن. بهمن باقری هستم، متاسفانه یکی از پیکای برتر اسنپ باکس. چند سال اسنپ باکس کار کردی؟ 3 سال. چند تا سفارش انجام دادی؟ شب یلدا 402 65 تا. بیشترین سفر توی ماه چقدر رفتی؟ مال تیر 1403 1277 تا. بعد یه مثلا تقدیرنامه بهت دادن؟ آره اون مال همون شب یلدا 402 بود. تقدیرنامه نبود، یه چیزی توی سایت گذاشته بودن که دعوت کرده بودن اونجا، یه دونه چای و شیرینی دادن، خیلی زحمت کشیدن. همین رفتیم اونجا چای شیرینی دادن و یه خوردم دنده بهمون دادن که باید بیشتر فعالیت کنید، برای جوانان نمونه باشی شما. آقا بیشترین درآمدی که توی یک روز و یک ماه داشتی چقدر بود؟ توی اسنپ باکس؟ اسنپ باکس همون تیر 403 بوده دیگه، 40 تومن. کمترین درآمدی که توی اسنپ باکس داشتی چقدر بوده یادته؟ آره سال 1401 همون سالی که شروع کردیم روزی 270 تومن. آخه اون موقع کرایه بود 9000 تومن، یعنی از یک کوچه تا کوچه پایینی 9000 تومن بود شما میرفتی، ولی الان همون کرایه 38 تومن 40 تومنه. واقعا از اسنپ باکس چقدر میشه در ماه درآورد؟ تورم و شرایط الان فکر میکنی چقدر میشه؟ 100 تومن میشه درآورد ولی 40 تومنش میره. شما هر چی بیشتر در بیاری از اون برم بیشتر هزینته. یعنی واقعا 100 میلیون میشه درآورد برای چند ساعت کار؟ برای 8 صبح تا 10 شب. یه ساعتش هم شما فاکتور بگی برای نهار. خب چیزی ازت نمیمونه. آره دیگه. شما وقتی این مبلغ رو میخوای به دست بیاری، صبحونه تو باید بیرون بخوری، شام تو باید بیرون بخوری یا نخوری از خستگی، نهار تو 100% باید بیرون بخوری. الان استهلاک چقدر در ماه میفته؟ بنزین 1 تا 1 کنی 4 تا روغن در ماه عوض کنی هفته یه دونه دیگه 5 تومن استهلاکته. اون موتور 5 تومن هم خرج داره در ماه 10 تومن. خودت با چه موتوری کار میکنی؟ هوندا رهرو 125. این بهترین مدل واسه کار کردن؟ این بهترین مدل و کم استهلاک ترین و کم مصرف ترین، علل خصوص کاربرات. ولی موتورهای دیگه هستن مثل کلی 200 و باکسر و اینا که اونا یه خورده استهلاکشون بالاتر از اینه ولی نرمن. 125 نرم نیست، ولی به نظر من همون 125 اگر بتونی یه خورده زینشو عوض کنی، زین طبی بندازی، زین نرم بندازی، کم استهلاک ترین همینه. آقا الان اگه کسی یا جوونی بخواد وارد اسنپ باکس بشه واقعا میتونه زندگیشو از این راه بچرخونه؟ مجرد بشه؟ مجرد متأهل. اصلا فکر کن یه جوون 20 ساله اصلا مجرد هم هست. آره. ولی خب باید کار کنه. آینده داره براش بخواد این کارو انجام بده. من الان پیشنهاد اگر بکنم میگم 5-6 سال بیاد قشنگ بچسبه، پولاشم نگه داره، خرج نکنه. متاسفانه این کار چون پولش نقده اوورت فرش میکنی، پول دقیقا. هر روز میاد کارتو میکشی، میگی فردا من از پس فردا من از بزن اینو بخرم بزن اونو بخرم، پول میاد دستت و بتونه با اون پول کارم بکنه، با آشنایی رفیقی کسی که پولشو نخورم بتونه کار بکنه، پولشو مثلا حفظ بکنه، سرمایه‌اش حفظ بکنه. بعد 5-6 سال آره بچه‌ها بودن عطاری زدن، قهوه فروشی زدن، آدرس بخوایم بدیم میتونم برم ببینم، گل فروشی زدن، رستوران زدن، کبابی همش زدن. بابت با همین اسنپ کار کردن. اسنپ کار کردن، زرنگی هم داشتن دیگه. بالاخره هر کی اندازه خودش زرنگ هست تو کارش. من اندازه خودم زدم، شما اندازه خودت بله. زرنگی دیگه. بالاخره یه چیزایی رو بلدی دیگه، درسته؟ بله دقیقاً. آره دیگه. مهمتر از همه اینه که مواظب باشه. این خیلی مهمه.
مواظب چی؟ آروم بره، یواش برای بره، تصادف و اینا منظورته. رعایت کنه، گواهینامه داشته باشه، بیمه داشته باشه، به خاطر درآمد بیشتر تندتر نره که چیشه. این خیلی مهمه. چه اشتباهی باعث میشه که درآمد کم بشه؟ بری خونه، یعنی هر تایمی بری خونه؟ هر تایم شما بری خونه به بهونه ناهار میرن خونه. این بزرگترین اشتباهی که خیلی هم با من موافق نیستن. من میگم ناهار رو یه سرپایی بخوری خیلی بیزه، چون شما بری خونه، اونم توی زمستون که بری خونه ناهار رو بخوری چشت اصلا سنگین میشه، بخاری هم هست، میگیری میخوابی دیگه، نمیای سر کار. یعنی یه کله میگی کار کنه تا تایم عصرش بعد دیگه آره. تایم عصر یا شب. بعد شما تو منطقه شرق داری کار میکنی؟ مجیدیه شهر. بهترین منطقه هم همین شرقه یا جای دیگه؟ بهترین منطقه شرق. از افسریه میان اینجا کار میکنن، از فلا میان اینجا کار میکنن، از حکیمیه میان اینجا کار میکنن، از همه جا میان تو این یکی منطقه کار میکنن. اینو برید از اسنپ فود باکس بپرسید، از اسنپ فود بپرسید. بیشترین منطقه‌ای که بیشترین پیکو داره مجیدی است. گلدن تایم خاصی هم داره این منطقه؟ یعنی تایم مشخص؟ کلش گلدن تایمه. جدا اینقدر سمت نارمک و مجیدی خوبه؟ 100 تا میدون داره نارمک. خودمون الان تو میدون نشستیم. درسته یکم میدوناش نشستیم. تا هروی رو پوشش میده. از اون ور پاسداران هم پوشش میده، تا عباس آباد یه تیکر هم پوشش میده، تا پیروزی هم یه تیکر پوشش میده. هیچ جای دیگه اینجوری نیست. 12 تا 4ش فوق العاده است، 7 تا 10 شبش هم فوق العاده است. خب آقا الان بهترینشو گفتی، بدترین ساعتی هم داره؟ آره، یه 4 تا 6 داره. خیلی کرایه میاد پایین. دلیلش چیه؟ مردم نهار رو خوردن، شولکس کردن. از 6 دیگه میخوان آماده بشن شام درست کنن، میوه‌ای بخرن، مهمونی بیاد. اونجا خوبه. عجیب ترین خاطره‌ای که تو اسنپ باکس داشتی چی بوده؟ رفتم یه سفارشی رو تحویل بدم، واحد 6 بود. اومدم بیام بیرون، واحد 1 بود. یه پیرزنی بود گفت میشه بیا این ماهواره ما رو درست بکنی؟ نهار هم آماده است. این نهار ما رفتیم، از آمریکا اومده بود، واقعا بلیتش اونجا بود. اینو درست می‌کنی؟ گفتم من بلد نیستم. اینا رفت نهار کشید آورد، من خوردم. واقعا میگم. آقا سفارش مشکوکی هم داشتی؟ آره دلت بخواد، ولی من هیچ وقت دست نزدم وا کنم ببینم چی بوده. اجازه داری دست بزنی؟ اجازه داری دست بزنی. آقا بدترین برخورد مشتری چی بوده باهات؟ نداشتم. برخورد بد با مشتری نداشتی؟ مگه میشه؟ تا حالا هیچ وقت من با مشتری درگیر نشدم. اون خونه که تحویل بدی یا مغازه هیچ که مثلا بی احترامی نکرده، لحن بد هیچی نبوده؟ به خدا اولین نفری دلیلی نداره. وقتی من میرم با احترام با یارو صحبت میکنم چرا باید بد؟ نه اصلا که کسی بی احترامی هم نمیکنه، ولی رفتارا یه سری خیلی بد برخورد میشه. خب خیلی خوش شانس بودی. حالا پس بهترینشو بگو چی بوده؟ بهترین آب آوردن، چای آوردن، نسکافه آوردن، شربت آوردن، همه چی آوردن. ناهارم که خوردی؟ ناهارم که دادن. آقا تصادف هم داشتی؟ آره 2 بار. جفت ماشینا خارجی، جفت آدما هم خارجی، جفتشون هم ارمنی تو مجیدیه. خب مقصر بودی یا بودن؟ مقصر من بودم جفتشو. یه بار خلاف میرفتم، یه بارم پیچیدم جلوش. سراتو یکیشون بود، آینه‌شو شکوندم. اون یکی هم که آیسی هوندا بود، پیچیدم جلوش زد به من. خب خودت چیزیت نشد؟ نه من چیزیم نشد، ولی اونا داغون شد که از بیمه من گرفتن. آقا سخت ترین قسمتی داره این شو؟ آره داره، گرما و سرماه، ولی به نظر من سخت ترین قسمت این شغل موقعیه که اجازه بدی هر کی با هر جور دوست داری رفتار کنه. من گفتم با هم کسی بد رفتار نکرده، ولی خیلی بچه‌ها هستن که باهاشون بد رفتار کردن. اونم باید بری ببینی، یعنی این ور ماجرا بوده یا اون ور ماجرا بوده. شما صبح تا شب تو گرما باشی، اندازه اون برخورده اذیت نمیشه که اون برخورده اذیت داره. آقا یه سوالی که فکر کنم خیلی صحبت بچهای اسنپ باشه، اگر رئیس اسنپ باکس جلوت بشینه، حالا اسنپ کلا، چه انتقادی ازش داری یا چه مثلا پیشنهادی بهش داری؟ اینجا واقعا میشست میگفتم کرایه ها رو ببر بالا. اونم در جواب میگفت من باید یه جوری مدیریت کنم که مشتریامو از دست ندم دیگه. درسته، ولی من میگفتم تا جایی که میتونی هوای پیکو داشته باش، چون اسنپ فقط هوای مشتری شده. اون جلوی من بود، میگفت من اگه کرایه ها رو ببرم بالا رقیبای من هستن، میشه اسمشون رو برد. آره تپسی، الوپیک، میاره، زب. به نظر من اسنپ یکه، تو این رنگ یکه. اگر میگفت قیمتا رو ببرم بالا مشتریام میریزه، ولی من اگر جلوی میگفتم قیمتا رو ببر بالا، من اینجا دیگه خودم چون پیکم طرفداری پیک کنم دیگه، نمیتونم الان باشم طرفدار. نه بیمه میخواد پیک، نه هیچ. تو قیمتا رو ببری طرف میره خودش رو بیمه تامین اجتماعی میکنه. نه ناهار میخواد پیک، نه اصلا لنت میخواد. الان چند ساله که قیمتا تغییر نکرده، فقط میگه که کمیسیون رو زیاد نکردم به خاطر اون.
تو باکس، تو ماشین، تو هیچ گرون نشده. اینو خوب بود گفتی. تو باکس سال 403 من یادمه باکس ما می‌بردیم 20% ما کمیسیون میدادیم. آره. الان جدیداً من همین چند روز پیش که میگم فلان رفتم باکس کار کردم، جدیداً 20% که میگیره هیچی، یه بیمه 2000 تومان بیمه کم میکنه، مالیاتو جدیداً هم میگیره. اگر بخوایم کرایه رو بگیم زیاد کرده نسبت به تورم، اصلا کرایه تکون نخورده. اگر زمان برگرده عقب و دوباره میخوای استارت کار بزنی، بازم همین پیک موتوری رو میری؟ آره خیلی زودتر هم میام تو کار اگر میشد. اون کارهای قبلی ها نمیکردم. من موتور بازم، موتور سوارم، موتور بازم. خب بیا بعد میرفتیم اون موقع تعمیرات موتور سیکلت و اینا دیگه از سن من اون موقع گذشته بود. خب حوصله‌اش هم نداشتم، دوستم نداشتم همش دستم سیاه بشه و به مدل من نمیخورد. اینجا که اصلا مسابقات نداشت موتور سواری، مجبور شدیم بیایم همین کار تا یه سنی فکر کنم دیگه جواب بده. خب یعنی کلا میخوای فقط با موتور کار کنی؟ یعنی هدفی نداری توی این چرا کار؟ دوست داشتم یه دونه موتور فروشی بزرگ داشتم، شاید تا 5-6 سال دیگه چیز بشه، ولی تا جایی که بشه کار میکنم، چون کار رو من دوست دارم. کار رو دوست داری؟ کار با موتور رو؟ آره بخاطر درآمدش. خب خودت آخه برگشتی توی صحبت‌ها گفتی که اون کسایی که میخوان بیان کار کنن پول جمع بکنن، این کارو میکنی؟ 5-6 سال گفتم کار بکنن که نه خودتو دارم میگم. یا الان خودت داری پول جمع میکنی، خودت پس انداز میکنی که اون شغلی که دوست داری رو بری انجام بدی؟ آره ولی این که برم موتور فروشی بزنم مثلا اگر نشم زیاد برام مهم نیست. خب مهم نیست یعنی میخوای تا هر زمانی که بتونی همین کارو بری؟ جایی که شد حالا بریم جلو ببینیم چی میشه دیگه. چون روزی که من اومدم تو کار فکر نمی‌کردم اینی که الان هستیم به اینجا برسیم، اصلا فکر اینجا رو نمی‌کردم. بعد بریم جلو ببینیم چی میشه. بگم مشکلی نداره؟ نه بگو. شما الان خودت میدونی الان هر لحظه ممکنه جنگ بشه، هر لحظه ممکنه چیز. من تو این یه سال اخیر دیگه زیاد رو این آینده حساب نمی‌کنم. در لحظه می‌خوای؟ در لحظه دیگه اصلا حساب نمی‌کنم. با این یه سالی که گذشته، از دی به این ور که گذشته، اصلا دیگه رو آینده حساب نمی‌کنم. اگه نزدیکترین کس، دوست، فامیل، آشنا بخواد وارد این شغل بشه پیشنهاد میکنی؟ دوست خودم بود، خدمتش تموم شده بود، کار میخواست. خب من بردمش نیرو موتور، رفیقم بود، گفت بیاد، ما 7-8 تومن بیشتر بهش نمیدیم پارسال، 7-8 تومن پول نمیدیم. گفت بیاد کار یاد بگیره، سرویس اینجا بکنن. گفت من اونجا نمیرم. بردمش موتورسازی، حرفه‌ای‌تر موتور جمع می‌کردن اینا. گفت آقا ما پولی نمیدیم، بیاد اینجا شاگردی بکنه. توی همه کارم همینه. اگر دوست داره بره حرفه یاد بگیره، به نظر من 2 سال 3 سال کار بکنه، اون حرفه رو یاد بگیره. ولی نه، مشکل الان اینه که همه پول میخوان. بعد هم گرفتارن الان. من اگر بخواد بیاد میگم بیاد، ولی باید پولو نگه داره، باید پولو جمع کنه، 4 سال 5 سال کار بکنه. آقا من یه سری سوال ازت میپرسم، یه کلمه جوابم بده. درآمد یا آرامش؟ هیچ کدوم. سلامتی. مسیر دور یا نزدیک؟ فرقی برای من نمیکنه. کار روز یا شب؟ شبو من بیشتر دوست دارم. بارون یا گرمای تابستون؟ گرما. اسنپ باکس یا اسنپ فود؟ 100% فود. 100% فود. مگه باکس کار نمی‌کردی؟ چرا دیگه تا 403 ماه باکس کار می‌کردم. بعدش رفتی توی فود. آره اگر اون 3 سالم فود کار می‌کردیم خیلی بیشتر فکر کنم جلوتر بودیم. ولی من میگم این سرنوشت بوده، روزگار بوده، تجربه باید کسب می‌کردیم، خدا شاید می‌خواسته. الان میگی فود خیلی بهتر از اسنپ باکسه؟ آره فود خیلی بهتر از اسنپ باکسه، استهلاک کمتره. از لحاظ اینکه شما باکس از اینجا باید بری سعادت آباد، ولی فود تو همین یه تیکه میچرخی، اونجا اتوبان روه 70 تا 80 تا باید بری، اینجا 30-40 تا اصلا بیشتر نمیتونی بری با این حجم ترافیک و چراغ و اینا. اسنپ باکس شما به قول خودت میری سعادت آباد 300 تومن کرایه‌شو میگیری. کرایه‌ش نیم ساعت. خب نه دیگه شما اون چیزشو حساب نمی‌کنی الان. چی شو؟ کمیسیونشو. خب فود کمیسیون نداره؟ نه فود کمیسیون نداره. خب شما توی نیم ساعت چند تا میتونی بری؟ در بهترین حالت 3 تا از یک مجموعه. یه مجموعه میگیری، یه دفعه میبینی 2 تا دیگه هم بهت میده، میشه 3 تا. یعنی شما میری توی مغازه اون یهو 3 تا بهت درخواست یه دونه بهت میده. مثلا شما از میدون 17 یه دونه بار گرفتی به میدون 30. خب. یه دفعه میری 2 تا دیگه هم بار بهت یه جای دیگه میده. خب. 3 تا بار یه دفعه برمی‌داری میبری. ولی کرایه اولی از همه بیشتر، کرایه دومی کمتر، کرایه سومی از دومی هم کمتر. این در زمانی که همه کنار هم باشه. اولی اگر بغل اون میدون 17 باشه، اون یکی اون ور باشه، اون یکی باز بیشتره، کرایه دومت بیشتره. بعد جدیدن اسنپ فود سفارش طلایی میده، از ساعت 8:30 توی اوج که میریز میشه سفارش طلایی.
سفارش 50 تومن 60 تومن یه دفعه میبینی شد 90 تومن. 8 شب به بعد 2000 3000 الان که اوج و گرماه. دلیلش هم اینه که یا دیر شده یا بیک نیست، تحویل فوریه. یه گزینه جدید اومده به نام تحویل فوری، باید 20 دقیقه‌ای تحویل بدی به پیک. من اینو متوجه نشدم. شما توی نیم ساعت 3 تا میری. 3 تا چقدر؟ شما فرض کن یه 70 خب یه 50 120 یه 50 یه 40 اصلا فرض کن 160. خب اون که 300 تومنه، چرا میگی اون به صرفه نیست؟ خب اونم 20% کمیسیونش هلوش مثلا 100 تومن میخواد. 260 میشه استهلاکم. 260 تومن باشه. استهلاک چقدر مگه میخواد بره؟ تو میخوای تو اتوبان همش بری؟ اتوبان خطر خودشو داره یا نداره؟ اون قطعاً داره ولی من بحثم سر درآمد است. شما میری سعادت آباد، از سعادت آباد ممکنه هر جایی بری. آره اون هست. درخواستم نه. من رفتم سعادت آباد، از سعادت آباد 20 دقیقه معطل شدم برم خانی آباد 400 تومن. اینجا شما معطلی نداری. الان 20 دقیقه من اونجا پرس شده. این دیگه منطقی ترین حالته. اگر بازم قانع نشدی، شما اسنپ باکس میرسی یه بار راحت زنگ بزنی به کسی که مبدأه، آقا کجا بیام. رفتم پاساژ طبقه 5 با آسانسور، پاساژ توی شرک قم. بارو گرفتم کارتون رو دوش آوردم انداختم پشت موتور بردم خانی آباد. رفتم اونجا یه زنگ بزن، آقا کجایی، بیا بار تو ببر. آقا پولو بزن، آقا پولو چرا نزدید. اینجا اصلا شما درگیری مالی نداری، همش آنلاینه، نه کمیسیون میدی نه هیچی. به نظر من این بهتره، نه علافی داری. پول زدن کلا میره تو آنلاین زده میشه تو فود هفته‌ای تصویه میکنه. از شنبه تا جمعه رو یک شنبه هفته بعدش تصویه میکنه. فود طرح تشویقی میذاره از 1 مرداد که همین امروزه تا 28 مرداد شما 1200 تا سفارش بری 20 میلیون جایزشه. از 22 مرداد تا 11 شهریور هم 900 تا بری، این میخوره تو دل هم 15 میلیون جایزشه. توی اسنپ باکس ما همچین سیستمی رو نداریم، طرح روزانه داریم. اگر اون سفارش رو، اون تعداد سفارش رو رفتی تو اون روز که رفتی، اون جایزت رو میگیری. اگه نری میسوزه. خب من الان بیشترین سفارش تو میتونی به من نشون بدی؟ آره الان بهت نشون میدم. 14 خرداد بوده 5 میلیون و 480 63 تا سفارش بوده. حالا شاید الان اینو بگن شما چیزیه، من داخل خود پنل اسنپ فود به شما نشون میدم. 14 خرداد بوده دیگه، درسته؟ این 14 خرداد تا 14 خرداد 5480 63 تا. از نظر تعدادم میخوای همین تاسوهایی بوده که گذشته، اونم اگه بخواین میشه 3 تیر، درسته؟ 3 تیر تا 3 تیر. تعداد 72 تا این تعدادیه 440. ولی اینو الان شما داری میبینی، فکر نکن هر روزه. بیا من به شما یه چیزی رو بگم. من اگر اون 3 تیر 72 تا رفتم 4 خورده کار کردم، شما روز عاشورا من کار کردم 2400 کار کردم 39 تا رفتم. این نیست که هر روز اینجوریه. آقا الان این چیزی که داری میگی واقعا چیزیه که آره خیلی وسوسه کننده است. نه واقعا یه چیزیه که وسوسه کننده است برای کسایی که مخصوصا خارج از تهران زندگی میکنن. این درآمد پس هر روز نیست. هر روز نیست، نه بدن شما نمیتونه این هندل بگو کنه. چند ساعته آقا؟ این مثلا چند ساعت اینو کار کردی؟ 8 صبح تا 11 شب. اینجوری نیستش که فکر کنن آقا بیان توی 7 ساعت 8 ساعت کار ما رفتیم فقط نهار خوردیم، اونم سرپایی. شما اگر همون 8 صبح تا 11 شب بیای کار کنی، فرداش نمیتونی 8 صبح بیای. خیلی مرد باشی 2 روز میتونی اینجوری کار کنی. روز سوم شما ساعت 12 10 1 میای سر کار. پس اون درآمد منوط به سلامتی هم هست شما 50 خورده کار کنی. خب آقا الان که شما تو فودی، بیشترین درآمد الانت در حال حاضر با فودت چقدره؟ این 2 ماه، همین 2 ماه گذشته 405، یعنی تیر و خرداد. تیر بوده 80 تومن، اون یکیش هم حدوداً 72 تومن. یعنی خرداد 72، تیر 80 تومن. تیر 80 تومن. چقدر استهلاک بوده؟ خرداد استهلاکش بوده 43 میلیون 30 تومن مونده. من همون اولا گفتم شما هر چقدر درآمد داشته باشی استهلاکت هم بیشتره. 80 تومنی هم که در اومده حدوداً 40 میلیونش استهلاک بوده. خرج موتور بوده، خرج خودم بوده، هر کارتی که رفتم کشیدم و دارم میگم. خورد و خوراک بوده. کلا یعنی برای عشق و حال خودت هم حساب بوده. اونا رو هم حساب دارم میکنم. 10 میلیونش موتور بوده، 20 میلیونش خورد و خوراک بوده. روزی انگار 1 میلیون تومان هزینه استهلاک بوده. 80 تومن 50 تومنش سود بوده. حالا شاید کسی که متأهل باشه انقدر خرج نکنه، فقط خرج خونه یا شاید هم خرجش بیشتر بشه، ولی ما چون مجردیم خرج کردن برامون راحت تره.
خب آقا شما که الان چند وقته داری تو فود کار میکنی، استارت کاری تو از چه ساعتی میزنی؟ من 6:30 صبح میام بیرون. آقا من یکم فضیه 6:30 صبح کجا میری؟ میام بیرون، میرم پمپ بنزین، یه راست پمپ بنزین رسالت، میرم اونجا بنزین رو میزنم، میرم دم سوپرمارکت رفیقم صبحونه رو میخورم و 7 شروع میکنم. خب 7 چه کاری انجام میدی؟ 7 روشن میکنی، 7 تا 10 دقیقه سفارشای نونوایی شروع میشه. هر روز هفته همینه؟ هر روز هفته همینه. مگه پنجشنبه جمعه بیشتر نمیخوان نون؟ بیشتره ولی هر روز هفته همینه. 7 8 9 اینا نونه. آش و حلیم و کله پزی کمه، آش و حلیم بیشتره. آش و حلیم و ایناست، یواش یواش سبزی فروشی، پروتئینی اینا اضافه میشه تا ساعت 12 ایناست. 12 به بعد هم غذا تا 4. غذا اصلا تا آخر شب هست دیگه، ولی تا 4 از همه بیشتره. بعد دوباره همون نونوایی شروع میشه با پروتئین و میوه فروشی اینا تا 8 به بعد هم غذا تا 12 شب. یعنی تایمای آف و اینا اصلا به خودت نمیدی روز هفته بخوای بری؟ تو روز هفته یه روز من کار آف بکنی. نمیدم به خودم تا جایی که بتونم. اگر میخوان آف بدم باید روز یک شنبه که پولا رو میریزن یا دوشنبه، چون چهارشنبه خوبه، پنجشنبه عالیه، جمعه عالیه، شنبه هم خوبه. خب امروز هم شما کار میکردی فود که پنجشنبه یکی مولده؟ آره دیگه، به خاطر اون طرحی که گذاشتن دیگه باید هر روز الان دیگه نمیتونی به خودت آف بدی به خاطر اون طرح. خب الان چقدر درآوردی تا الان؟ الان من امروز 11 اومدم، 8 نیومدم چون میدونستم میخوام بیایم اینجا فیلمم بگیریم. واسه اذیت نشی. دستت هم درد نکنه. ساعت 11 اومدم شروع کردم تا ساعت 5:31 رفتم. اینم اگه میخوای فیلمشو بگیر الان همینجا هست، خودت داری میبینی. 1:830:31 صفحه. اینو یه کاری میکنیم آخر ویدیو شما امروز برو اسکرین شاتش میفرستم. خوبه. امروز برو تا تایمی که میتونی هستی کار کنی. حالا وقتت هم من گرفتم. اینو دیگه باید در جریان باشید. وقت پرتیش به خاطر اینم بوده. ولی شما کار بکن، من ساعتش هم مینویسم. 11 شروع بوده تا 5. حالا هر موقع دیگه شروع کردم بهت میگم تا اون موقع که تموم شده. آره که شما این درآمدت شد تا الان هم که 1:830 بوده در اومده تا الان. بچه‌ها من اینستای بهمن رو میذارم، حالا یوتیوب که نداره ولی اینستاشو میذارم، حتما برید پیجشو نگاه بکنید. بچه خیلی با عشقه، واقعا هم دمش هم گرم که وقت گذاشت اومد و با هم صحبت کردیم و امیدوارم که لذت برده باشید. آقا بهمن گل، صحبت پایانی که داری واسه بچه‌ها، حالا چه پیشنهادی چه صحبت دلی خودتو بگی ممنونت میشم. به نظر من دیگه مهم نیست که شما 10 میلیون ماهی کار کنی یا ماهی 100 میلیون کار کنی. وقتی شما حالت خوب نیست اصلا مهم نیست که چقدر در میاری. اینو تا حالا هیچ جا نگفتم، میخوام اینجا بگم. سال 1401 10 میلیون ماهی من کار میکردم، روزی 270 300 میشد 350 حال میکردم. خب 10 میلیون کار میکردم، خیلی خوشحال‌تر بودم نسبت به الان که دارم 3.5 در میارم، 100 میلیون در میارم. الان اصلا خوش نمیگذره، نه حالم خوبه نه هیچ. مهم این نیست که شما 100 میلیون ماهی در بیاری. حال هیچکی خوب نیست. هیچکی از بچهای اسنپ حالش خوب نیست. شما نبین 50 در میارن، 60 در میارن، 30 در میارن، 100 در میارن. حال خوب نیست. مهمی که حالتون خوب باشه. چون رفیق دارم اون انقدر در نمیاره، اون انقدر لذت نمیبره. حالا گفتن نداره، پیجو بذاری میبیرن. من خودم موتور مثلا موتور سنگین داریم، خریدیم 1 سال، تو این 1 سال 1000 کیلومتر من باهاش رفتم، اصلا نمیارم بیرون. الان 3 ماه اون موتور بیرون نیومده، حال نمیده دیگه به نظر من هیچی. امیدوارم که شرایط درست بشه دیگه واسه همه که حالشون خوب بشه. آقا دست گلت در نکنه. مخلصم، مرسی که وقت گذاشتی.